که بافت هلندی رو به ساده ترین روش ممکن یادتون بدم. یه مثلث کوچولو جدا کنید و به 3 دسته مساوی تقسیم کنید. دسته چپ میره زیر وسطی، دسته راست میره زیر وسطی. یه بافت ساده زدم. حالا از اینجا به بعد دسته چپ میاد زیر وسطی، از کف سر بهش یک لایه مو اضافه میشه. دوباره دسته راست میاد زیر وسطی و یک لایه از کف سر بهش اضافه میشه. پس فرمول بافت هلندی رو یاد گرفتیم. دسته های کناری باید برن زیر دسته وسطی و از کف سر بهشون یک لایه مو اضافه بشه. برای اینکه بافتتون خیلی مرتب، تمیز و محکم در بیاد، باید به قدر کافی از مواد استفاده کنید و کاملا روی موها دست بکشید که بخوابه روی سر و خط بیفته. هرچند که بافت هلندی بافت پایه و بافت مادره، اما یکی از پرتکنیک ترین بافت های ممکنه که خیلی میتونه براتون پول بسازه. پس لایک یادت